گلبدین حکمتیار یک فرمانده سابق جهادی که اولو از رژیم نو طالبان حمایت میکند گفته است اگر تاجیکستان جنگ را در افغانستان دامن بزند این جنگ به خود تاجیکستان کشیده خواهد شد. حکمتیار از تاجیکستان و مردمش خواسته است نگذارند که کشورشان به اوکراین و یا افغانستان دوم مبادل بشود. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل پارلمان این کشور در یک واکنش تند به سخنان حکمتیار در پاسخ به سوال خبرنگار افغانی گفت که در تاجیکستان حکمتیار را روبای لنگ میدونند که حرفش ارزش ندارد. او با اشاره به دوره‌هایی که حکمتیار از رژیم قبلی طالبان در میان سالهای 90 به تاجیکستان فرار کرده بود گفت گلبدین حکمتیار سال 1992 در تاجیکستان همچه یک روباه لنگ تیر خورده آمد. همین با سفارش پرزیدنت ما همون را ما صحت کردیم، دارو کردیم پای همین روباه لنگ. امروز با میخواهد که با ما تهدید کند. او برای ما صفر است، یا مرغ است، هیچی است، صفر است. ما تهدیدی گلبدین همچنین تهدید یک روباه میدونیم. عموما برای ما یک خطر ندارد. دیگر اینکه من یک نیروی عادی‌ترینی فقط تاجیکستان رو معرفی میکنم. ما یک جمعیت داریم با نام شکارچی‌ها. 350,000 نفر شکارچی داریم. 350,000 زیاده از 200,000 همی یراقی کمانی سنایپری تا 5-10 کیلومتر میزدگی دارد و شکارچی است. آهو را میزند. همه شکم بی غوث گلبدین زدن نمیتونه یا پیشانی پهن همون از گیرش نمیرسد. ما هیچ خطر نداریم. هم تهدیدهای هوایی به پابند طالبان بودن او عموما ترس نداریم. گفت رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان با یک لحن تند. حکمتیار که بعد به دست طالبان افتادن قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 از رژیم نو این حکومت تندرو پشتیبانی کرد و در عوض امامتی یک مجلس جامع را در کابل به او دادند. در موعظه های پیش از نماز جمعهش علاقه چندین دفعه از حکومت کنونی تاجیکستان برای پشتیبانی دوشنبه از جبهه مقاومت ملی انتقاد کرده، حتی چند دفعه تهدید کرده بود که جمعیان طالبان می توانند به مخالفین مسلح تاجیک پایگاه بدهند و وضع را در تاجیکستان به هم بزنند. او قبلا گفته بود که در سالهای 90 او را در تاجیکستان با خواهش احمدشاه مسعود همچون گروگان در حال نیمه اسارت نگاه می داشتند. حکمتیار نزدیک یک سال در تاجیکستان به سر برد و سپس به ایران رفت. حکمتیار از آنجا تنها سال 2017 بعد 16 سال سقوط رژیم قبلی طالبان توانست به افغانستان برگردد.